دوستان عزیز، سراول برای هر یکی شما بشارت میدیم که وقتی شما این نوار رو دیده ایستاده اید، الکی معلوم است که نیت شما انشاءالله آماده دیدن و تیار شدن با ماه شریف رمضان مبارک است و این خود یک نعمت بزرگ است در هر یکی ما و شما که منتظر این ماه مبارک رمضان هستیم ما و شما. و بسیار خوب میشد که این نعمتی که الله برای شما داده است، شما برای دوستانی که برایشان نیکی میخواهید، برای آنها این نوار را روان کنید. بیایید اکنون یک چند کارها را ذکر کنیم که برای هر یک بنده مؤمن حتمی است که آن کارها را پیش از ماه شریف رمضان انجام دهد. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. دوستان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولین کاری که ما و شما باید انجام دهیم این دعا است. برادران عزیز، هر یکی ما و شما دعا کنیم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را به ماه شریف رمضان برساند. از سلف صالح روایت شده است که آنها 6 ماه قبل از رمضان دعا میکردند که اللهم بلغنا رمضان، پروردگارا ما را به ماه مبارک رمضان برسان. ما چقدر نفرهای را میدونیم که یک لحظه پیش از ماه شریف رمضان وفات کردند و یقین است که هزارها نفر پیش از ماه شریف رمضان بندگی میکنند و از کجا میدونیم؟ شاید ما و شما پیش از ماه شریف رمضان بندگی بکنیم. برای همین دعا کنیم که الله حق سبحانه و تعالی چند روزهای به شماری که مانده است، الله ما و شما را به ماه شریف رمضان مشرف بگرداند و با طاعت و عبادت گذرانیدن این ماه شریف رمضان الله حق سبحانه و تعالی مشرف بگرداند. و دومین عملی که ما و شما باید بکنیم این توبه صادقانه است. پیش از درآمدن ماه شریف رمضان هر یکی ما و شما صدقاً به سوی الله حق سبحانه و تعالی روی آورده توبه کنیم از گناهایی که ما و شما کردیم طول این یک سال و طول این عمر ما و شما. یا بعضی نفرها یک گناه است که بالای گردن آنها مثل یک بار وزنین آنها را زیر میکند. این فرصت بزرگ است که پیش از درآمدن ماه شریف رمضان صدقاً ما از همون گناه دست کشیده توبه خالصانه و توبه صادقانه به سوی الله حق سبحانه و تعالی کنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم چنانه که در احادیث صحیح روایت شده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من در یک شبانه روز زیاده از 70 مرتبه و در روایت دیگر 100 مرتبه در یک شبانه روز من توبه و استغفار میکنم. میگویم سیومین کاری که ما و شما باید انجام دهیم دوستان عزیز این خرسند و خوشحال شدن به قدوم ماه شریف رمضان، این ماه بزرگ و این نعمت بزرگ الله برای ما و شما فرا رسیده ایستاده است. بعضی نفرها از قدوم ماه شریف رمضان غمگین میشود، میگوید که ای باز یک ماه گرسنگی و تشنگی و در فکر و غم زیر میکند که یک ماه باز من مشقت میکشم، یک ماه تراویح رفتن. یا بعضی نفرها که نیت خالص ندارند، به نماز خوانیشم روزه‌گیریشم ریاءً است. الله تعالی نگه دارد هر یکی ما و شما را از ریا و از این کارهای بد. برای او هم و غم و یک مشقت وزنین است، اما بنده مؤمن حقیقی خرسند و خوشحال می شود. بنابراین الله حق سبحانه و تعالی برای ما و شما چی میگوید؟ میگوید قل بفضل الله و برحمته و بذلک فلیفرحوا. الله میگوید ای پیامبر صلی الله علیه و سلم بگو برای اهل ایمان که با فضل و رحمت الله باید خرسند شوند. این فضل و رحمت الله این یک نعمت بی‌بهایی که الله حق سبحانه و تعالی برای ما و شما موسم طاعت و موسم خیرات برای ما و شما فرا میرسد، بنده مؤمن باید خرسند و خوشحال شود. باز یک کار مهم که بنده مؤمن باید آن را پیش از ماه شریف رمضان انجام دهد این روزه های قضایی که بالایش قضا شده است و نتوانسته است، خواه زنها باشد از عادت ماهانهشان قرض ها میموند، قضایی میموند، یا بعضی نفرها بیمار میشوند یا مسافر میشوند، قضایی که بالای گردن ما و شما است، خوب میشد در همین ماه شعبان، البته مستحب است، یک عمل خیر است که ما و شما پیش از درآمدن این ماه مبارک
از گردن خود ساقط کنیم و غذایی که در گردن ما و شما است آن را چیکار کنیم؟ داشته دهیم در ماه شعبان. در حدیث صحیح از مادرمان عایشه رضی الله عنها روایت شده است که میگویند گاه میشد که غذایی داشتم و طول سال من نمیتوانستم و در همین شعبان من غذاییم را چیکار میکردم؟ میداشتم. بنابراین خوب میشود برای ما و شما که در ماه شعبان فرصت است پیش از در آمدن ماه شریف رمضان غذایی هایی که گردن ما و شما هست آن را بداریم. همچنین دوستان عزیز باز یک کار مهم که هر یک بنده مؤمن خواه مرد خواه زن باشد پیش از قدوم ماه شریف رمضان، پیش از در آمدن این ماه مبارک حتما باید اجرا کند، این از احکام ماه شریف رمضان و احکام روزه آگاه باشد. بعضا مثلا انسان های هستند که یک مسئله هایی دارند که حتما باید داند آن را دکتری دندان می رود یا اوکال می گیرد یا بیمار است یا این است یا فلان است یا معده‌اش درد می کند. هر یک آن چیزی که به همین عبادت بزرگ به روزه گرفتن تعلق دارد انسان باید درست است، درست نیست، حلال است، حرام است، مکروه است، چی است، باید آن را از اهل علم، از دانشمندان بپرسد و آگاه شده از احکام ماه شریف رمضان و همچنین از فضیلت های این ماه آگاه شده برای آن ما و شما چیکار کنیم؟ آماده ببینیم. همچنین دوستان عزیز باز یک کار مهم که ما و شما پیش از ماه شریف رمضان آن را انجام دهیم، بعضی کارهایی که ما و شما را در ماه شریف رمضان از طاعت و عبادت باز می‌دارد یا از کارهای خیرات یا از تلاوت قرآن عموما از عمل خیر باز می‌دارد، کارهایی هست که هر یک بنده مؤمن امروز مشغولیت ها و کارها و وظیفه ها دارد. خوب می شود که پیش از در آمدن ماه شریف رمضان ما آن را انجام داده خاطرمان را جمع کنیم. مثلا بعضی نفرها تعمیر کردن خانه را نیت میکنند یا بعضی کارها یا سفرها یا کارها. خوب می شود که همین کارها را پیش از ماه شریف رمضان انجام داده در ماه شریف رمضان ما و شما خود را برای عمل خیر، برای طاعت و عبادت و یک ماه برای قلب خود و برای پروردگار خود ما و شما جدا کنیم. همچنین باز یک کار مهم دوستان عزیز، یک عادت بسیار خوب که ما و شما پیش از در آمدن ماه شریف رمضان انجام داده میتوانیم، این جمع نمودن اهل و عائله و فرزندان، نبیرگان باشند نبیرگان، تمام اهل عائله را جمع کرده سر یک دسترخوان نشسته همراه آنها صحبت کنیم درباره ماه شریف رمضان، فضیلت ماه شریف رمضان. در این ماه شعبان برای ما و شما فرصت است، فرزندان، اهل و عیال، هر نفری که زیر مسئولیت ما و شما است یا با دوستان، با هر نفری که میتوانیم ما یک جلسه، یک نشست گذرانیم و هر یک نفر نقشه های خود را، نقشه های نیک خود را که در این ماه شریف رمضان انجام باید دهد آن را چیکار کنیم؟ با هم صحبت کرده، با کارهای خیر اتفاق کرده دوستان عزیز برای این ماه شریف رمضان آمادگی ببینیم. و آخران کاری که با همین صحبت خود را انشاءالله به آخر میرسانم دوستان عزیز، یک عادت بسیار خوب و عمل بسیار خیر که اگر ما همین را کنیم هم خیر این دنیا و هم خیر آخرت را به دست میبیاریم. نقشه کشیم که در ماه شعبان نقشه کشیم که در ماه شریف رمضان من فلان کتاب را گرفته چیکار میکنم؟ طول یک ماه یا خودم یا همراه عائله یا فرزندان فلان کتاب ها را چیکار میکنم؟ خوانده به آخر میرسانم. این برای ما و شما هم در این دنیا و هم در آخرت یک خیر بزرگ است و ماه شریف رمضان برای ما و شما فرصت است. مثلا سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم، از حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم آگاه میشویم. ماه شریف رمضان فرصت است. در روزها وقتی غذای نصف روزه نمیخوریم ما و شما فرصت ها داریم دوستان عزیز، بجز قرائت قرآن ما و شما برای خود یک کتاب را گیریم، چنانه که گفتیم سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم یا صحابگان یا یک کتابی که منفعت نافع است برای ما و شما هم برای این دنیا و آخرت. در این ماه شریف رمضان نقشه کشیم و آن را چیکار کنیم؟ خوانده برای خود منفعت بریم. الله سبحانه و تعالی را دعا میکنیم که ما و شما را به ماه شریف رمضان برساند
و از این ماه مبارک و ماه پرفیض و پرفضیلت الله حق سبحانه و تعالی خوب بهره بردن حدیث ما و شما را مشرف و موفق بگرداند تا نوار آینده. الله نگهبانتان باشد.